بکس را جمع بکن زود، سحر نزدیک است. جنگ پیش آمده زن، گفته خبر نزدیک است. بچه ها را کمکی زود بخیزان از خواب. وحشت جنگ شده پخش، خطر نزدیک است. هر کسی صاحب چاقو و تفنگی شده است. گم شدنهای زیادی به نظر نزدیک است. چند کالا و کمینان و غذای شب را پیش خود گیر که افتادن در نزدیک است. آنقدر گیج و درنگم که کدامین سو را پیشتر جهد کنم، رفتن سر نزدیک است. اینقدر مصرف خون را که ببیند هر کس، باز میگوید پایان بشر نزدیک است. خانه باشد و به تنهایی خود خوب کند. هر کسی باید بر خالق خود رو بکند. خاطر کل نداری که بر تو دادم، پیش تو هیچ که از پیش خودم افتادم. خوب یک روز تلافی بکنم اینها را، زیر گلدان بکنم شاخ گلازینها را. بچه ها خسته نباشید خدا خواهد گفت. بال و پر بسته نباشید خدا خواهد گفت. سفر زندگی از کنده بگیری پر بود. از همان لحظه آغاز زمین بی سر بود. گوشه دیگر با زندگی دیگر باز می کنیم از نو نوروز خوشی را آغاز. هر کجا راحت باشی به همان جا وطن است. هر کجا را که بگردی همه یک مرد و زن است. و شما تاج به سرهای پدر خواهید شد. خارج از منطقه خوف و خطر خواهید شد.